اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا به حمدالله توفیق داد در مورد توثیقات راوی، توثیقات عام رو بحث می‌کردیم که آخرین موردی که خدمتتون عرض کردیم کثرت روایات بود، فراوانی روایات خود راوی یا فراوانی روایات دیگران از راوی، که خدمتتون عرض کردیم به این که هر کدوم از اینها باشد دلالت بر توثیق راوی نمی کند. یکی از موارد دیگر توثیقات راوی تصحیح سنده. اگر ملاحظه کنید به بعضی از گفتار بزرگان میبینید که اشاره میکنند سند فلان روایت صحیح است. این سند فلان روایت صحیح است، دو احتمال درش هست. یه احتمال اینه که معنعناتی که در روایات هست، این افرادی که در روایت هستن اینا همه ثقه هستن و متقدمین از خبراء رجال اونها رو توثیق کردند. این مورد بحث ما نیست. این قسمت ما مورد بحثمون جایی است که در سند روایت بعضی از افراد هستند که روایت رو از جهتی تضعیف میکنن، چون راوی مثلا توثیق نداره، مجهوله یا ضعیفه. میبینیم یکی از بزرگان میاد میفرماد سند این روایت صحیحه، حالا یا صحیح است یا موثوق است. این لفظ از صدورش از دانشمندان رجالی نشون میده که اینا سند رو تصحیح کردن. پس گاهی وقتا بزرگان و فقهای علم رجال ادعا میکنن که سند فلان روایت صحیحه. وقتی به سند روایت نگاه میکنی میبینی که مشکل داره، ولی با این حال این شخص ادعا کرده از سند صحیحه. این نشون میده سند رو تصحیح کرده، کما اینکه بزرگان ما این کار رو انجام دادن. از جمله مرحوم سید خویی رحمت الله علیه که در معجمشون بیش از 160 سند روایت رو تصحیح کردن و مثلا میگن که هذا الطریق و ان کان فیه احمد ابن علویه، یا میفرمایند و الطریق صحیح و ان کان فیه محمد ابن موسی بن المتوکل، یا میفرمان و الطریق صحیح و ان کان فیه حکم ابن مسکین. در اینجا آیا این تصحیح سند یا این ادعایی که بزرگان میکنند که سند فلان روایت صحیح است، آیا این به درد ما میخورد؟ میتوانیم به آن اعتماد کنیم و اون روایت رو اخذ کنیم یا نه؟ به نظر میاد که چنین توثیقی به درد ما نمیخوره. دلیلش اینه که چه بسا علمای بزرگی آمدن ادعا کردن این روایت صحیحه، سند رو درست کردن، اما روی مبنای رجالی خودشان، یعنی اجتهاداتشان و آنچه خودشون به دست آوردن. من برای اینکه این موضوع معلوم بشه و روشن بشه یه مثال واضحی رو میزنم. ببینید که آیا وقتی ادعایی از بزرگ رجالی صادر شد به عنوان این که مثلا این روایت صحیحه، با این که به نظرتون میاد افرادی در این روایت یا فردی در این روایت هست که ضعیف هست و نمیشه به او اعتماد کرد، مسئله خدمتتون عرض شد روات کتاب تفسیر قومی است. خب ممکن است اینکه آقای سید خویی رحمت الله علیه ادعا کند این روایت صحیحه، چون میبینه در سند این روایت که مورد بحث اون شخصی است که در تفسیر قومی روایت داره.
و چون ایشون تمام روایات تفسیر قومی رو مگر اینکه تصحیح بشه که ضعیفه قبول داره و توثیق میکنه، لذا اشاره میکند به این که این روایت صحیحه، یعنی با دیدگاه و اجتهاد خودشون. و الا مثلا مرحوم آیت الله خویی در یه روایتی ادعا کنن این روایت درسته رو مبنای خودشون و ما از اون مبنا شاید هم اطلاع نداشته باشیم، لذا نمیتوان به صرف گفتار سند فلان روایت صحیح است اون روایت رو اخذ کرد، بلکه باید تأمل کرد و سلسله سند رو دید. اگر مطابق با مبانی است، یعنی اگر روات به یکی از روش‌هایی که ذکر کردیم برای اینکه راوی ثقه رو از غیر ثقه تشخیص بدیم، اگر مطابق بود و اینا ثقه بودن، حالا یا با تصریح معصوم یا خدمتتون عرضت متقدمین، یا صفتی رو ذکر کنن، کلمه ای رو بگوین که دلالت میکند بر این که این شخصی است که میتوان روایت رو از او گرفت، در هر حال یا از اصحاب اجماع بود یا موارد دیگری که هر کس روی مبنای خودش این توثیقات رو قبول کرده است. لذا نمیتوانیم با همه جا وقتی کسی از رجالیون ادعا کرد، یعنی سند رو تصحیح کرد و بگوید سند فلان روایت صحیح است، قبول کنیم، چون ممکنه روی اجتهاداتش باشه و ما اجتهادات رو اگر بدانیم که اجتهاداتش دلیلش چیه و برای ما نقل بکنن و اون اجتهادات رو قبول کنیم، بله، و الا احتیاج دارد اون مبانی رو ما بدانیم تا ببینیم با اعتقاد خودمون سازگاری داره یا سازگاری نداره. یکی دیگر از توثیقات عام توثیق مشایخ نجاشی، یعنی نجاشی همه اساتیدش همه ثقه هستن، چون شیخش یعنی اون کسی که نجاشی از او روایت نقل میکنن ادعا میکنن که یکی از توثیقات عام توثیق مشایخ نجاشی است، یعنی تمام افرادی که نجاشی از آنها روایت نقل کرده ثقه هستند. تعداد مشایخ نجاشی در موردش اختلاف هست. منشأ توثیق مشایخ نجاشی رو توضیح خواهم داد. سیره رجالیون در مواجهه با این توثیق رو هم خدمتتون عرض خواهم کرد. رجالیون در مورد تعداد مشایخ نجاشی اختلاف نظر دارن. مرحوم سید خویی رحمت الله علیه در معجم مشایخ نجاشی رو 40 نفر نام میبرن. مرحوم محدث نوری رحمت الله علیه مشایخ نجاشی رو 32 نفر در مستدرک ذکر میکنن. جناب مرحوم صاحب وسائل حر عاملی رحمت الله علیه مشایخ نجاشی رو 30 نفر در الرسائل الرجالیه نقل میکنن. و این اختلافی است که در تعداد مشایخ نجاشی وجود داره، نشون میده که با توجه به این که مرحوم سید خویی در روایات تتبعشون زیاد بوده و روایات رو به نظر میاد بیشتر دیدن، لذا تا 40 نفر هم رسوندن. منشأ توثیق نجاشی در لابلای توثیق افرادی که در رجالشون ذکر کردن کلماتی رو به کار بردن که آقایون از این کلمات استفاده کردن که تمام رجال نجاشی ثقه هستند. نجاشی در ترجمه احمد ابن محمد ابن عبیدالله میگوید وی از دوستان من و پدرم بود، از او حدیث زیادی شنیدم، لکن چون دیدم بزرگان و اساتید علم رجال او را تضعیف میکنند از نقل روایت از او اجتناب کردم. نشون میده که مرحوم نجاشی ملتزم بوده که فردی رو که ازش روایت نقل میکنه ثقه باشه. و مورد دومی که بسنده میکنم به همین دو مورد که معلوم بشود که نجاشی اهتمام داشته که از ثقات روایت نقل بکند، در ترجمه جعفر ابن محمد ابن مالک
نجاشی میگوید او جاعل حدیث بود و از مجهولین روایت نقل مینمود. من نمیدانم که چگونه بزرگان و ثقاتی چون ابو علی ابن همام و ابو غالب زراری از او نقل روایت میکردند. تعجب میکند اینجا جناب نجاشی و طبیعیه وقتی تعجب میکنه، یعنی من این کار رو نمیکنم، در کتاب خودم این چیزها رو ذکر نمیکنم. البته میدانید سیره بزرگان رجال در مورد توثیق مشایخ نجاشی مختلف است که خب بعضیا قبول کردن بعضیا قبول نکردن. من با توجه به اینکه مرحوم سید خویی رحمت الله علیه و مرحوم والدمون در رجال تتبع خاصی داشتن، چون ملتزم بودن به رجال رجوع کنن، به روایات رجوع کنن و تتبع کنم، فکر کنم اگر این دو بزرگوار رو رأیشون رو خدمتتون عرض بکنم این مسئله روشن میشه، ولی با این حال امر ارجاع میشه به شما. مرحوم سید خویی آنچه که از متون گفتاراشون به دست میاد توثیق مشایخ نجاشی رو قبول کردن. مثلا 3 نمونه براتون مثال میزنم. از این نمونه ها ما فهمیدیم که ایشون قائل است که مشایخ نجاشی ثقه هستند، مثل فرمودن و طریق الیه صحیحون و ان کان فیه احمد ابن محمد ابن موسی لانه من مشایخ نجاشی، یا فرموده و طریق الشیخ الیه صحیحون و ان کان فیه احمد ابن محمد ابن موسی ابن سالت فانه ثقه لانه من مشایخ نجاشی. فانه ثقه، این شخص ثقه است، چرا؟ لانه من مشایخ نجاشی. یا در جای دیگر فرمودن و طریق الشیخ الیه صحیحون و کون ابن ابی جید فیه غیر مضر بصحته فانه ثقه لانه من مشایخ نجاشی. و همچنین مرحوم میرزای تبریزی بعد از ذکر بعضی از اقوال نجاشی در خصوص مشایخ خود میگویند ظاهر کلام نجاشی دلالت میکند بر توثیق مشایخ خود، ولا اقل بعد از نظر به کلام نجاشی باید قائل به حسن ظاهر مشایخ نجاشی شویم. این کلامی است که جناب مرحوم میرزای تبریزی فرمودن. آنچه که از توثیقات عام مورد ابتلا بود و مورد بحث علما بود خدمتتان عرض کردیم که بعضی از این توثیقات مورد قبول واقع شده، بعضی از این توثیقات رو قبول نکردن. خب بدیهی است توثیق متقدمین، تصریح خود امام به وثاقت شخصی، اصحاب اجماع، یا چیزی رو در لابلای مطالب در حق کسی بگویند که دلالت کند صفتی دارد که میتوان به واسطه اون صفت اون روایت رو از او اخذ کرد. مثلا گاهی وقتا میگن امین بوده از در نقل حدیث، لابلای مطالب فقهیشون و طرح مسائل آقایونی که مثلا اخبارشون عن حسن هست، مثل شیخ توسی، مثل شیخ مفید، اینها بیان بگن مثل صدوق، بیان بگن مثلا عمل الاصحاب به روایته، یا بیان بگن کان امینن فی نقل الحدیث، یا الفاظی از این قبیل که انسان اطمینان پیدا می کند که این دارای صفتی بوده که و ملکه‌ای بوده است که می توان از او حدیث را اخذ کرد. خب این موارد ما قبول داریم، اما این که روایت زیاد نقل بکند، این که مثلا کثیر الروایه باشه، از اصحاب فلان آقا بوده، مثلا از اصحاب امام صادق بوده، چون از شاگردان و از اصحاب امام صادق بوده پس ثقه است، ما این رو قبول نمی کنیم. این که کسی یا مثلا وکیل امام بوده، وکالت امام دلالت نمی کند بر این که این شخص ثقه است. بله، امام او رو بر یک کاری نگاشته بود، در اون امر ثقه بود، در اون امر امین بود، یا نه
اون فتره زمانی امین بود، بعد منحرف شد. یعنی افرادی بودن در زمان امام. مگر این شلمغانی کی بود؟ شلمغانی یار و رفیق امام زمان بود. حسادت کرد به حسین ابن روح، چون هم فکر میکردن او به عنوان نائب خاص امام انتخاب میشه. امام حسین ابن روح رو انتخاب کرد. خب وقتی که انتخاب شد حسین ابن روح، اون شلمغانی حسادت کرد، کم کم شروع کرد کسی که رفیق امام زمان است و شب و روز با مثلا و ساعتهاش با امام زمان میگذشته، مورد لعن امام زمان واقع شده. پس وکالت امام، همنشینی امام، رفیق بودن امام، هیچ کدوم اینا دلیل نمی شود. دومین مطلبی که خدمتتون باید عرض کنم در نهایت این مبحث این است که اون توثیقات عام مواردی داشت که بعضی از موارد رو قبول کردیم و اعتراف میکنیم، مثل اصحاب اجماع، مثل مشایخ نجاشی که ما قبول داریم اینها رو که اینا توثیقشون خدمتتون عرض شد، عمل به این توثیقات عام میکنیم. اما کثیر الروایه بودن مثلا، وکیل امام بودن مثلا، تصحیح سند مثلا، اینا رو ما قبول نمی کنیم الا مثلا تصحیح سند رو با دلیل قبول میکنیم و اون که اون شخصی تصحیح سند کرده بر ما دلیلش رو بگوید که به چه دلیل و چه کسی رو در این روایت که ضعیف بوده به چه طریقی او را توثیق کرده. اگر ایشان خدمتتون عرض شد به این که دلیل رو فرمودن و اون دلیل مورد قبول واقع شد، اون دلیل مورد قبول واقع شد فبها، ولا قبول نمی کنیم. یکی دیگر مشایخ اجازه است. مشایخ اجازه هم خدمتتون توضیح دادم. شیخ اجازه یعنی بزرگی اجازه دهد به شاگرد خودش که نقل کند روایاتش رو. حالا یا نقل میکنه شاگرد گوش میده، یا شاگرد کتابش رو میخونه استاد گوش میده، یا خود استاد روایاتی رو در جاهای متعدد نقل میکند که شاگردش حاضره و شاگردش اجازه داده میشود که جای دیگر اون روایات رو نقل بکنه. این شیخ اجازه، اینا میگن صرف شیخ اجازه بودن دلالت بر توثیق میکنن. ما این رو قبول نداریم. صرف شیخ اجازه بودن دلالت بر توثیق نمی کند، بلکه این کلام مورد بحثه. پس به حمدالله خدا توفیق داد که مباحث توثیقات عام و خاص رو بیان کردیم و الحمدلله به پایان رسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.